این کیشزارها در حوشه‌ی مرز تاجیکستان و افغانستان در کنار رود 5 واقعاند. خط مرز را همین سیمخوار تعیین می‌کند. آن سوی سیمخوار نیستان و زمین‌های بیکر است. این سو ساکنان با کشت و کار مشغولند. زمین کشتی محیدین سایمرودوف یک ساکن دهه قلعه پوشقاق تا این سیمخوار طول می‌کشد. این سال در زمین‌هایش تربوز کاشته و شب و روز نگهبانی می‌کند تا پالیزی‌هایش از حمله گروس‌ها یا خوک‌های وحشی در امان باشند. این طرف تپای سرگیر تو همونجا را نمی‌خوره. نه پایان که نمی‌بینیشه. یا با تربوز نگاه تربوز کلام جزیر کنی. چکش میزنم ایران. جزیر کنم ایران تربوز. نه تربوز رو. با وجود نگهبانی، خوک‌های وحشی شب گذشته وارد زمین محیدین شده تا 300 تربوز را خراب کردند. گروس‌ها معمولاً از بیش از آن سوی سیمخوار شبانگه وارد پلیس‌ها می‌شوند. برای آنها مرز وجود ندارد. ضرری که دیگه ما یگو محصولات کار نمیتونیم، دیم حوصله کار نمیتونیم، مکای مثلا پالک یگم چی کار نمیتونیم. حوض پخته ما رو همین یگم کوکایی کشیده پول خوب خوردهش. دهقانان میگویند که جمعیت گروس‌ها سال به سال می‌افزاید. جنگلبان‌ها نیز تصدیق می‌کنند. طبق آمار رسمی نزدیک به 8000 خوک وحشی در منطقه وجود دارد. ولی این سرشماری چند سال پیش انجام شده است. 7971 خوک ایتری دقیق خیلی حساب کردن نمیتونن. یکی همونش که وزیر ما برنامه کردیم باید با همین اثر نو حساب کنن. 121 سوم برای سری اره خوک بسپرن ما همه شکر کنن. به هر حال کشاورزان از تاختن خوک‌های وحشی به زمین‌های کشت به سطوح آمدند. با گفته آنها در یک مورد گله از 50 خوک را میتوان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر میرسید. حالا بی‌باک‌تر شدند. برای دفع حمله خوک‌ها دهقانان در اطراف زمین‌ها چنین کپه‌های ساختند. جولان خوک‌های وحشی در مزارع ظاهراً به تنظیم نشدن جمعیت آنها ربط دارد. صید گروس فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت میگیرد. ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند. زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می شود. با باوری کشاورزان باز شدن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس‌ها کمک می کند. ولی سفر اتباع خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است. محمود جان رحمتزاده، آزادی از مرز تاجیکستان افغانستان.